السلام علیکم یار و دوستان محترم هواداران کانال ما. من امروز خداوند نصیب کرد از من دوباره سومین بار بیام اومدم به همین نزدیک جای کاری همین مردان خدا که برای آبادی دیار خیلی خدمت‌های خوب کرده ایستادن برای آبادی همین راه خودشون. و نه تنها راه اینها، راه همه است. ان شاء الله کسی که در این راه میگذرد ثوابش حتما برای همین سازنده های راه میرسد. من اینجا مردم برای بوله کوپروک پنج ساختم. چی میگوید همون ارمیر بود کردن برای خاطر اینکه هم بوله وی بیتون میکنن. من شما مسافرات تماشا کرده سادید میتونید باز همون حصه گذار باشه از اون کسب کار خودتون. اینا برادر خدمت خوب کردن، در حقشون دعا میکنید. اینا با خدمت جانی کردن، شما میتونید خدمتای فینانسی خدمت کار میتونید و یا اینکه برای اینا میتونید اون خیلی عبید اون خیلی خوراک تشکیل کنید. اینا که مقصد کاری خوب کردی سادن برای کی اومد. من کوپروک خیلی وسیع کردن، کوپروک زمانوی میشه فکرم خیلی وسیع شد نسبت به وقتی پیشنه سال سپوسکش بلند پس بود. خیلی حاضر خیلی بهتر کردن، روح وسیع کردن. ان شاء الله برای اسفالت آماده شده ایستاده است. همین کوپروک بعضی خلطه سیمنت آورده شدن که مقصد خودشون نمیتونن اومدن، لیکن خلطه سیمنت آورده مسلمانه کار همش همینجا گفتیم که آبی کانال کم کرده هستن به خاطر اینکه همین تعمیر کنم. با ان شاء الله پگه روز جمعه به فکرم حشری کلام میشد برای بیتون ریزی. همین میتونید کسانی که این شب من خدا خود ویدیو رو میپرتم میتونید پگه اومده همینجا خدمت خودتون رسانید در همینجا برای اینا کم کم کار کرده ایستان. من تکوش خیلی فکرم سوز میشه. اینی برادر یک قسمشون عبید کردن مانده شده هستن. جان چطوری؟ اینجایی سمت خوب بچکی میشی؟ اینجا نگاه کن بچکی؟ بچی محمد جان نه کار کار سادی ها؟ یاردم دو سادی؟ این مردم هر کی خیلی تونسته است خدمت کرده است. شما هم به طرف نباشه. این پیره دیار حال من خدا خود میگم در حقات دعای نیک میکنن، دعای نیک میکنن در حقتون. حاج بابا در حق مسافر دعای نیک کنه یک تا خدا خود دعای نیک شما رو میبینه. مرحبا کنید، مرحبا کنید. برکی آوه گو کسم کورا برکتی ها. سلام علیکم اشتی صوف برکی آوه منه حضرتو مونده شدین دم گرفت سادین. یعنی همه مردم به خاطر شما در همینجا کار کردن. شما نمیتونید نه اینو برای شما خدا خود خدمت کردن. تا یه روز همین کوپروک هست، همین راه یه دونه اسفل هوا رش هست که مردم میگذارن. این برای شما ثوابش میرسه، برای هم خدمت کردگی و هم خیلی کدوم نموده یاردم میکنن. ان شاء الله ثوابش برای همه میرسه. شما هم حرکت کنید، سهم خودتون رو گذارید. اگر ویدیو من به شما معقول پسند آمده باشه حتما در کانال ابونه شده و پتیسات لایک فراموش نکنید. این سبتا غنیمتم. نه البته خدا خودی نواره کارسازی من که من اینا در یوتیوب و دلیل نمیکنم. نبیر ابیر چبیرات من میبینن همین کاراتون با میگه من با سهمشون گذاشتن در همین آبادی راه گفته. همین تیز خودونوشون هم گیری؟ هو همین سراسه گرفت. برای کی آوان؟ آجا نوم دا یک کنتیگی آشوتی افران اینو دستاشون تمام کنم اونو میگم با علاقه نه من بودست خوب دیدید نه خدا خودی اوهنش دادن دیگه کارو کردن.
همش برای آبادی همین دیو. می خدا دولت رئیس باور زیاده کند به تشکیلاتی کار پیش نمیره. حتما سهم واجبه در اینجا سهم کلیدی است. خدا دولتشون زیاده کند. این بیتونچو کردن برای خاطر دو طرف را اگر اجده نشان مقصد یکو موشین بومه بودو بو باید نشان همه این مردم برای خدمت دیار با خدا دولت همه را زیاده کنه. ها حضرت خداوند کشایش کار توتیا من حال من خوشبو درمان خدا باشه. آها نام پایین آیا این حاجی نورالله بده من یکیش بازار حلیم بود در موبایل پنجا آره همین قبل رو کنه بچه‌ها یک تا همین چطورش باندې باندې موبایل تقسیم نمی‌کنه دغه انا میستو باندې چطور یعنی حاجی باورم خدمت خودشون سهم ارزندی خودشون گذاشتن برای آبادی برای فرزندا کار کردن برای نویر اویر کار کردن. حاجی باور دولتشون زیاده کنه. سان حرکت می‌کنه خود دیگه برای دیگر زینا او چی دیگه حالا کس گورو برکتیا سلامت باشه. او با خدا خط پگه میبیام مایل با چه خیلی هم کنم من در نزدیک اوه نم شو چیزا کنم اگه حلیم بای کسی میشناسد حتما برای خاطری بابا حلیم بای یعنی لایک آبدار شود برای کیا وید من خدمت ارزندی خودشون گذاشته دادم انشالله بر نویر اویر چویرو هم دیده بابا رو با خدمتاشون به دعای نگ میکنم برای کیا من پیرای کارن اینو اما که به پیر مرف کی در امانی هر چند سکندری زمان اینا پیرای کار برای کیا من من موافق طلب شما برادرها گفتید که همین ویدیو کنم من برای شما ویدیو کردم. خدا خواست با رئیس بابا گفتن که پگه ساعت 2 بیا حشر کلانه برای بیتونریزی برای کیا شخصانی که نرخی 3 لیتر مچوین پرسیدم این 3 لیتر را من 600 خریدم. نه 600 سامانی برای زمین 3 لیتر 500 الچند. خداوند همتون سلامت نگاه دارد در کجایی که نباشد در حفظ امانش نگاهتان دارد. واقعی سربلند خانه آباد باشید.